سلام، داستان حمیر و شادخ نفس و از شما خواهش کرده که برشان دعا کنین که تا دوباره به همدیگرشان برسه و تا شادخت خود به دست بیاره. حمیر در یک خانواده متوسط زندگی میکرد. او یک شخص بود که همیشه سرش به کار و بار زندگیش خم بود و بیشتر اوقات مصروف کار و بار بود و کمتر اوقات در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشت، بالخصوص شبکه فیسبوک. در فیسبوک یک گروهی داشت به نام استوریای عاشقانه که در او گروه معمولا دخترها و پسرها زیاد بود و حمیر همیشه متوجه پست های گروه بود. روزی از روزها یک پست را دید، هست شادخ نفس یا زمان شادختش، که مطلب را شیر کرده بود و حمیر این پوست پاک کرد و میخواست بلاکش کنه و از همینجا شروع شد داستانشان و برش مسیج کرد، گفت خواهشاً دیگر پوست ها یا موضوع دیگر گروه را اشتراک گذاری یا شیر نکنید و در جواب هم شادخ گفت چشم. و مرور زمان یا با همدیگر مسیج میکردن تا بالاخره روز شد که با همدیگرشان بیشتر اوقات صحبت میکرد و بسیار با هم صمیمی شده بودند و خصوصا حمیر زیاد علاقه بندی پیدا کرده بود برای شادختش. حمیر در مزار شریف زندگی میکرد و شادختش در بغلان بود و بالاخره روزی شد که حمیر خواست او را ببینه و زمانی که او را دید واقعا از قبل کرده بیشتر عاشقش شد و بیشتر درش علاقه‌مندی پیدا کرد. رابطه از اینا به مدت دیر دوام داشت تا بالاخره روز رسید که از شادختش اول نرسید. در حدود 3 هفته یا بیشتر اول ازش نرسید. در این مدت حمیر بسیار جگرخون بود چون حوال نداشت ازش، تا بالاخره روز یک مطلب را در صفحه خود گذاشت و این مطلب شادختش دید و شادختش از فیسی دیگه برش مسیج کرد و تمام موضوعات و مشکلاتی که داشت برش گفت و دوباره زندگی از یا به خوشی ادامه پیدا کرد. دیری نشد که خوشی از یا نظر شد و از موضوع از یا فامیل شادخت خبر شد و بسیار فشار زندگی را سر شادخت، فشار زندگی را سرش بیشتر کردن و همان شادختش که بسیار حمیر دوست داشت حتی با کارهای ناخوشایند و مثل خودکشی دست داد و بر مقابل تمام اعضای فامیل جسد شد و گفت من حمیر میخوایم و جز حمیر کسی را نمیخوایم. تا بالاخره روز رسید بیخبر از شادخت شیرینی دادن و پسر مامانش و زمانی که همگی با ساز و سرود داخل حولی شدند و همان شادخت نفس متوجه شد و از خوراک میدهش پرسان کرد و گفت گل کی است؟ کی را دادن؟ گفت خبر نداری؟ گفت تو را به پسر مامای شیرینی دادن. همانجا بود که شادخت ضعف کرد و دوباره وضعیتش خراب شد و زمانی که به هوش آمد با بسیار گریه و ناله و زاری گفت من ایره قبول ندارم، من نمیخوایم او را. اما با وجود ازی که بسیار مریض بود همیشه به فکر حمیر خود بود و همیشه دعا میکرد که حمیرم جور باشه. تا بالاخره روزی از روزها حمیر بیتاب شد و به همان واتساپش مسیج کرد و از واتساپ شادخت جواب آمد و حمیر بسیار خوش شد گویا که شادختش است و خبر نی که کاکای شادخت واتساپ ازی را باز کرده و به حمیر مسیج میکنه و حمیر بسیار اختار و بسیار دودش نام داد. با وجود ازی هم حمیر ناامید نشد و گفت همه دنیا یک طرف او یک طرف و بسیار زاری و ناله برش گفت هر کاری که بگوین من به خاطرتان میکنم، هر چیزی که بخواین میکنم، فقط مرا از او دور نسازید. با وجود ازی هم
کاکایش اخطار میداد و حمید را تهدید به مرگ میکرد تا بالاخره بلاکش کرد. و بعد از این وضعیت حمید بسیار خراب شد. همیشه جگرخون می بود و همیشه به فکر شادختش بود. حتی روزهای روز در حین کار یا در صحنه کار فکرش به شادختش بود و هیچ چیزی جز شادختش نمیخواست. تا مدت زمانی گذشت احوالی از شادختش آمد و زمانی که صدایش شنید بسیار دلش گرفته بود و بسیار با بغض برش گفت کجا بودی؟ من خب بدون تو زندگی کردن نمیتونم. تا بالاخره یا یک مدت دیگری هم با هم دیگر بودن و بسیار با مهر محبت بسیار با هم خوش بودن و این بار با یک دیگر خود قول داده بودن که هر چیزی سر ما بیا یکی دیگه خود اعلان نمیکنیم و از دیگر خود جدا نمیشیم. و امیر همیشه کوشش میکرد که شادختش خوش باشه، مبادا از دستش جگرخون شود و از دستش بده. دیر نگذشت روزی از یک شماره برش زنگ آمد و زمانی که شماره را جواب داد صدای شادختش شنید و بسیار باور خطایی و بسیار با مدت ترس برش گفت تا زمانی که ما برش زنگ نزدیم دوباره برام زنگ نزن و کوشش نکن که برام زنگ بزنی و هر زمانی که من زنگ زدم دوباره باز زنگ بزن برام. از همان جا بود که حمید دیگر از شادختش خبری نداشت تا امروزی که تقریبا 8 ماه یا 9 ماه میشه. زندگی حمید بسیار خراب است. همیشه با فکر شادختش است. همیشه جگرخون و افسرده و ناراحت می باشه. و از شما هم تقاضا کرده که برشان دعا کنیم که تا دوباره شادخت خود به دست بیاره. حمید زنده است اما مثل یک جسد و همیشه جگرخون است و همیشه به فکر ازی است که روزی شود صدای شادخت خود بشنوه و دوباره همون خوشی‌های سابقشان و همدیگرشان برگردن. و از شما هم خواهشم تقاضا میکنم که برشان دعا کنیم و شادخت گمشده خود پیدا کنه. دعا میکنم همه تان جور و آرام و سلامت باشین و به همه کسایی که از دل پاک یکی دیگر خدا دوست دارن همیشه دعای منی است که به هم دیگرشتان برسین و زندگی خوش داشته باشین و ناگفته نمانه. برای حمید هم دعا کنیم که به شادختش برسه و احوالی از شادختش برش برسه.